موتر چیزی نیست که انتقال معمولا از مرکب از این چیزا استفاده میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور در یکی از مناطق محروم ترین جاهایی که البته اکثریت خانواده ها شدید نیاز به کمک دستگیری دارن خوشایند است. ما در جای هستیم که اسمش هست دهن آختخانه، مربوط به ولایت غور میشه. اکثریت فامیلا اینجا دوستان عزیز از چشم میدیا و از چشم کسانی که در ولایت کمک میشه اینا در نقطه قرار گرفتن که کمتر دیده میشن. ما امروز آمدیم مواد خوراکی است، البته 35 خانواده است ولی انشالله تانسته باشیم یک اندازه مشکلات این خانواده حل کنیم. موادی که شما میبینین کمپل است، روغن، آرد، بوره، چای، لوبیا و همچنان برنج، موادی که به اینا داده میشه شاید یک اندازه مشکلات زمستانی اینا را حل کنه. این کار مشاهده میکنین انشالله ما بتانیم در دوره های بعدی کمک های خود به شکل گسترده در ولایت زیبای غور داشته باشیم، نه تنها در بخش بسته های مواد غذایی که در بخش حفر چای، آب، ساخت و ساز شفاخانه و کلینیک ها و همچنان مساجد بتانیم به صورت گسترده انشاءالله در این ولایت که کمتر توجه شده است ما این کمک کار داشته باشیم. مواد آماده است، از موتر پایین شده و خانواده ها هر کدامش یک بسته بهشون تعلق میگیره. ما تا پشت خانهشان این مواد انشاءالله میبریم که مربوط مرحله بعدی است. موتر چیزی نیست که انتقال معمولا از مرکب از این چیزا استفاده میکنه. عزیز توضیح جریان داره لباسای ما به کمک نامرتب و ناپاک شده است. فامیلا مواد خدا از اون بخش برده میره. ان شاءالله خانواده ها مشکلات حل شد. با هر دلی که شاد شود میگن شاد میشه. استاد کمپل چرا دور دادیم؟ خنک، غور، هوا سرد، منفی 3